درود بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم عالی باشین. مرسی که ویدیو رو انتخاب کردین. بچه‌ها من چنل رو تازه زدم، خوشحال میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید و یه کامنت هم بذارید. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ ویدیو. حاجی با اختلاف، به قرآن با اختلاف، یکی از بی‌ناموس‌ترین اسکوادا، نوب‌ترین اسکوادایی بود که تو عمرم دیدم. یعنی واقعا نمیدونم اینا سیزن قبل چجوری لجند کرده بودن که الان تو مسترن. به قرآن حاجی مثلا تا 5 میشمردی طرف میافتاد، اسکواد به فنا میرفت. هر چقدر میگفتی داداش آقا خوب راش ندین، یه اصراری هم داشتن که اسنایپ بزنن. نمیدونم چرا الان اینم خدا وکیلی اصلا نمیدونم چجوری خوردم. نگاه کن 3 نفر زنده بودن، به محض اینکه خوردم و 3 نفر هم همزمان با هم، تو هم 3 نفر 2 نفر بودیم. اصلا من پشمام ریخت. حالا بریم جلوتر خنده داره. حاجی نگاه کن اینجا رو ببین، طرف داره میاد، دیده بودنش، روبروش بود، داشت بهش تیر میزد، رفت تو کانکس ای، داشت میمونه، این دوتا داشتن بک میدادن. یعنی من بر نمیگشتم دیده بود به این 2 نفر. نمیدونم چرا انمیو دیده بودن انقدر مسیر کوتاه داشتن، 2 نفری با هم بک میدادن. پشمام ریخته بود، نمیدونم چرا. بعد حالا از اون بدتر انمیو هم دلغکن ها، انمیو هم مثلا بیناموسا مثلا 3 نفر بودن نایف میکردن. واقعا دلغک بازیه، واقعا دلغک بازی شده. اصلا کل روانم ریخت بهم دیگه، وقت نذاشتم گیم پلی دیگه بگیرم. یه طرف با برم خودم رو پاره کنم گیم پلی بگیرم که تش بیام مثلا ببینم ویو نمیگیره، مثلا 6 ساعت 7 ساعت وقت میذاری یه کارو خوب بگیری تش هم ویو نمیگیره. خب یه طرف این فشاره روم بوده، یه طرف هم اینا. آقا اینجا هم نگاه، اینجا ببین، اینجا باز بهش تیر زدم ولی هیچ چیز ریجستر نشد. بعد حالا اینجا رو ببین، یکیش ریجستر نشد، اینم ریجستر نشد. یعنی نمیدونم بعد نمیدونم مشکل از آپدیت سرورها مشکل پیدا کردن، نمیدونم مشکل از کجاست. ما دیشب داشتیم، خواستم دیشب ویدیو کاستوم بگیرم تو فایرنج، ویدیو کاستوم اسنایپ بگیرم، اصلا یه گندی زد به حسابم. به قرآن حاجی هر چی میزدی ریجستر نمیشد. بعد اونایی هم که ریجستر میشد میدیدی طرف دمیج میخورد. اصلا نمیدونم یا مشکل از اینترنت هاست که قبلا انقدر افتضاح نبود، افتضاح بود مثلا 4 تا تیر یکی ریجستر نمیشد. خب این حالا مشکل از اینترنت هاست یا مشکل از آپدیت سرورها به مشکل خوردن. اصلا ریجستر افتضاحه، ریجستر خیلی نابود شده. اینجا هم من موندم و 2 نفر کم زدم چون مطمئن بودم میان تو بی بالا بودن. به طرف دمیج دادم، اومدم استیم زدم، پیک بدم نشست. نمیدونم دلیل نشستنش هم چی بود، من ایم نگرفته بودم، نمیدونم چرا نشست. پشمام ریخت. حاجی برگردین عقب ویدیو رو یه 10 ثانیه، اونجایی که داشتم راجع به ریجستر صحبت میکردم، اسکین آرتری بالا با اسنایپ خط گرفته بود، 2 نفر رو زد. بعد به جایی که با من بیاد پیک بده برگردیم عقب، راش داد، یارو نگذاشت نه برداشت، یکی سری به زد. یعنی واقعا نمیدونم اینا سیزن قبل چجوری لجند کرده بودن که الان اومدن مستر. بعد حالا اینجا رو ببین، ما الان میریم پایین. خب اینجا یکی مرد، نگاه کردم هیچکی نبود، برگشتم اینجا شدن یه لشکر، اصلا طرف یه دفعه سبز شده است، نمیدونم شدن یه لشکر. حالا این قطعا الان صدا پا و صدای تیر و نایف و همه رو شنیده، نمیدونم چرا از پنجره نیومد بیرون بزنه. یعنی حاجی از سر ادیت کردنش دارم فشار میخورم. چرا
It's not over yet. Ready up. Let's go this way. Destroy the objective. Bomb acquired. Target down! Tango down! Reloading, cover me. Reloading, cover. Tango down. Target in sight. The bomb has been planted. Last man standing. Finish it. Heads up, team. Enemy UAV spotted. Heads up. Enemy UAV spotted.